هر کسی قبول داره که تقصیر کاره و خطا کاره و لغزش داره و کوتاهی کرده، دست انابت رو بلند میکنه. خدایا توبه نصوح، اشتباه کردم، یه بار دیگه به من فرصت بده. خدایا مردم همه گمان خوب به من دارن، ولی من بدترین مردمم اگه تو به من رحم نکنی. خداوند صبور هست، دوست ندارد بندگانش بی طاقت باشند، کم حوصله و کم ظرفیت. خداوند غنی هست، دوست ندارد بندگانش فقیر باشند، فقر رو بپسندن و بپذیرن و راضی به فقر باشند. خداوند عزیز هست، دوست ندارد بندگانش ذلت را بپذیرند و هلم مجرا. همه اینها نشانه دوستی خداست و خیرخواهی خدا و انتظارات خداوند از بندگانش. از خداوند می‌طلبیم که عبادات و طاعات و اعمال ما را به درگاه خودش قبول بفرمایند و در مابقی ماه مبارک رمضان و مابقی عمرمون مزید توفیق عنایت بفرمایند. من تواضع لله رفعه. خوب دقت بکنید، کسی که برای خدا تواضع بکنه خدا بلندش میکنه. و رفعنا لک ذکرک. تو این دعا سید الاستغفار چند تا اعتراف هست. اعتراف به عبد بودن و اعتراف به رب بودن الله و ربوبیت الله. اللهم انت ربی. وقتی میگه انت ربی یعنی انا عبدک. خوب دقت بکنید به این اعتراف، اللهم انت ربی. کل قرآن آمده که 2 تا جایگاه رو مشخص بکنه. یعنی کل قرآن 114 سوره، 6660 خورده آیه و 321,000 حرف، همه آمده که 2 تا مطلب رو برسونه: جایگاه رب و جایگاه عبد. کبریا و بزرگی و جلال و عظمت جایگاه رب و تواضع و خاکی بودن و فروتنی جایگاه عبده. جایگاه ها رو نباید جا به جا بکنید. قالب عبد طوری طراحی شده که تکبر را نمیتونه در خودش جا بده. تکبر خارج از ظرفیت عبده. اگر بخواد در خودش فرو بکنه منفجر میشه، متلاشی میشه. هم از چشم خدا میفته، هم از چشم خلق خدا. شما انسان متکبر رو دوست دارید؟ کدوم یکیتون؟ و اولین کسی که تکبر ورزید از مخلوقات خدا ابلیس از اون رفعت و بلندیش افتاد. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد، رسوا و در به در شده. هر جایی میره ملعونش میخوانن. ظرفیت تو در حد تواضعه که خم بشی بگی سبحان ربی العظیم و پایین تر برید محو بشید از هر گونه منیتی دیگه سبحان ربی الاعلی. اللهم انت ربی. اگر این جمله رو گفت عملا میگه و انا عبدک. اینجا نگفته، گفته انت ربی، پس انا عبدک. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هیچ موضعی در هیچ جایگاهی عبد نمیتونه از اون جایگاه به خدا نزدیکتر باشه. میدونه اون جایگاه کجاست؟ سجدگاهه. میگه اگر بندی راضی شد پیشونیشو به خاک بماله و قبل از پیشونیش فکرش، عقلش و دلش سجده بکنه، اول فکر انسان سجده میکنه و دل انسان بعد کمر آدم خم میشه و پیشونی به خاک میره. میگه تو حالت سجده و سجدگاه پرده ها بلند میشه. سل توقع، هر چی میخوای بگو. در نتیجه در نماز 3 تا تواضع هست.
یکی دست بستن مؤدبانه خودش یک تواضعه. تواضع بعدی خم شدن، منحنی کردن کمر و گفتن سبحان ربی العظیم، این تواضع دومه. و تواضع سوم که انسان دیگه از خودش بی خود میشه و ذره منیت هم اگر وجود داشته باشه از بین میره، خودش رو به زمین میزنه، اونجا دیگه سبحان ربی الاعلی. خودش که کوچک کرد حالا میگه سبحان ربی الاعلی، اونجا دیگه وصاله. اللهم انت ربی لا اله الا انت. توحید، هیچ معبودی به حق نیست که سزاوار پرستش باشد مگر تو. خلقتنی، چرا اینطوری نباشه؟ تو خالق منی. خداوند خالقه. 3 چیز برای خلاقیت لازمه. یکی علم که طراحی بکنه، بدون علم که نمیشه طراحی کرد. یکی حکمت که طرح و درست طراحی بکنه، هر چیزی در محل خودش قرار بده. و یکی قدرت که طراحی شده رو بتونه تبدیل به واقعیت بکنه. پس علم و حکمت و قدرت مساویس با خلقت. و خلق یعنی ایجاد بعد از عدم. الله خالقه، چون که الله علیمه و حکیمه و قادره، میتونه طرحهاشو درست. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خلقتنی، تو خالق منی. سید الاستغفار واقعا عجیبه که آقای استغفار هاست. تو اگر بگی استغفر الله استغفار کردید، ولی چرا سید الاستغفار فضیلت داره؟ چند تا اعتراف توش هست. الله دوست داره این اعتراف ها رو بشنوه. نمیخواد تو رو دادگاهی بکنه، نمیخواد تو رو محکوم بکنه، فقط دوست داره بشنوه. الله در صدد محکوم کردن بندگانش نیست و من و تو در خور الله نیستیم که الله بیاد اعلام جنگ با ما بکنه. الله میخواد سیلی محبت و گوشمالی محبت بعضی موقع به ما بده. علمای بزرگ میگن که گاه وقتی خطایی از ما سر میزد، بعضی موقع تو شترمون میدیدیم و متوجه خدا میشدیم، ولی خودمون وقتی که شترمون نافرمانی میکنه تازیانه به شتر میزنیم. اگر شتر لنگید هی میزنیم، هی میزنیم، هی میزنیم، هی میزنیم. ولی علمای بزرگ اگر شترشون یه ماه خوب تابع میشد، یه روز نافرمانی میکرد، شتر رو نمیزدن، برمیگشتن به عیبشون و زندگیشون، پروندهشون رو ورق میزدن. امروز چه خطایی از ما سر زده که این شتر داره نافرمانی میکنه؟ یکی از دوستان میگفت بعضی موقع میلغزم، اشتباه میکنم، یه تیری میاد رد میشه، یه خطری، سرم اینطوری میکنم از جلو بینیم رد میشه، میدونم که مال همین خطاست، میگم نه مال چیز دیگه است، خودمو به اون کوچه میزنم. بلا فاصله شروع میکردن به استغفار کردن و اعتراف به تقصیر. فراموشی بهشون دست میداد، تو علمشون، تو حافظهشون. بلا فاصله شروع میکردن به اعتراف و استغفار. اونقدر استغفار میکردن تا حافظهشون بر بگرده. خلقتنی اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک، و من بنده تو ام. تعهد بعدی چی داره؟ تعهد میده و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت. طوری پیامبر صلی الله علیه وسلم این سید الاستغفار رو تنظیم کرده بر حسب ظرفیت عبده. و انا علی عهدک، بارالله من بر عهد و وعدی که به تو دادم به اندازه استطاعتم پایبندی میکنم،
متعهد میشوم به اندازه استطاعتم و خداوندم نمیخواد تو بیشتر از استطاعت به خدا تعهد بدید. اگر اینطور بود باید 24 ساعت نماز میخوندید. در نتیجه سر سفره نشستن کنار همسر و بچه ها و لقمه تو دهان زن و بچت گذاشتنم گفته اینم عبادته، که از حرکت یک نواخ خسته نشید، زده نشید. گفته تفریح سالمم عبادته، کارم عبادته. اگر همش نماز عبادت بود آدم از پا در می آمد، خسته می شد، یک نواخ بود. این 5 نماز به خاطر رفع غفلته، وگرنه کل زندگی انسان نمازه. کسی که به خدا وصله همه چیزش نمازه، خوابش هم نمازه، تو باغ و بوستان کار کردنش هم نمازه. اگر تعریف عبادت رو وسیع تر بکنی که عبادت اسم جامعی است برای هر قول و عملی که خدا و رسول خدا دوست بدارن و دستور بدن، چه ظاهری چه باطنی، و از انجامش خوشنود بشن. این تعریف عبادته. ما 24 ساعت در شبانه روز داریم، 5 تا نماز داریم، 5 تا 10 دقیقه، 50 دقیقه. اگه 5 تا نماز خوب بخونید تو بهشتی هستید، حتی اگه نافله هم نخونید، سنت قبلیه، بعدیه، تهجد، تراویح، هیچ هم نخونید، 5 تا نماز اصلی فرض درست بخونید تو بهشتی هستید. روزه رمضان اگه درست بگیرید بهشتی هستید. زکات واجبت هم درست بدید، همین 3 تا کافیه بعد از شهادتین. اگه استطاعت حج هم دارید حج برید. 5 تا 10 دقیقه، 50 دقیقه عبادت اگر نماز عبادت باشه، کمتر از 1 ساعت، یعنی شما 23 ساعت و 10 دقیقه دیگه اضافه دارید. اگر رابطه عبد با رب فقط با نماز باشه، فقط 50 دقیقه تو با خدا هستید. 23 ساعت و 10 دقیقه دیگه بی خدا هستید. از صبح که میری مغازه تا ظهر که برمیگردید، سر سفره می‌نشینید، معذرت میخوام خلا میرید، حمام میرید، استحمام میکنید، بعد از ظهر میرید تفریح میرید، همش رابطه تو با خدا قطعه، چون تو عبادت نیستید. ولی فضل خدا چقدر وسیعه. گفته رابطه قلبی خودتو با من حفظ بکن تو نمازید. حتی وقت بیل زدنت، پارچه رو مت میکنید، آتکلون رو بسته بندی میکنید، در خدمت خانواده هستید، در خدمت دوست هستید. حتی گله میکنه خداوند، میگه اگر ای بنده من درخواست ملاقاتی از تو کردم که بیاد به دیدنم، چرا نیامدید؟ میگه بارالله تو بالای عرشی، من کجا به دیدنت بیام؟ میگه فلان بنده من مریض شد نرفتی پیشش. اگه میرفتی پیشش من پیشش بودم، من اونجا میدیدید. همش میخواد ارتباط بده و ربط بین من و تو و الله نیت قلبی است. اینو درست کن. تو هر کجا که هستی تو نمازی، و اگر این درست نشد تو نمازم باشی تو خارج از نمازید. اگر نیت درست نباشه تو نمازم باشید تو با خدا وصل نیستید، تو سجده هم باشی با خدا وصل نیستید. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا علی عهدک ما استطعت. خدایا بیشتر از ظرفیت و طاقتم از من نطلب. چرا خدا لبخند تو لب گذاشته؟ اگه لبخند تو نماز بزنی نمازت باطله، ولی خارج از نماز لبخند بزن تو صورت برادرت، عبادت ثواب کسب میکنید. سبحان الله.
تبسمک فی وجه اخیک صدقه. اگه همیشه گریه بکنی کور میشید، ولی خداست اشک گذاشته تو چشم، دیدن گذاشته تو چشم، خوابم گذاشته تو چشم. هر کدوم به موقع بدن رو تقویت میکنه. به موقع اشک میریزید، اشک شادی و اشک غم دو تاست. اشک غم گرمه، اشک شادی خنکه، هر دوتا بارتو سبک میکنه. سبحان الله. اگر همیشه باز باشه از پا در میایید، اگه همیشه بسته باشه از خیرات و برکات زیادی محروم میشید. همیشه بخوابید زردوک میگیرید، مریض میشید، بدن ضعیف میشه، کسل میشید، تنبل میشید. و جعلنا نومکم سباتا. قبل از اینکه تو به خدا بگی من به اندازه استطاعتم به تو تعهد میدم، خدا استطاعت تو رو در نظر گرفته، گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من فوق طاقت تو رو تحمیل نمی کنم. ولی طاقت انسان چقدره؟ انسان موجودی است که طاقتش تجدید میشه، بی نهایت ظرفیت سازی شده تا اندازه‌ای که بتونه جسم و روح و جانش رو تقدیم خدا بکنه. و خنجر بیاد تو پیشانیش بگه فزت و رب الکعبه. دعای حضرت عمر رو چند شب پیش گفتیم که چطوری طلب شهادت کرد، چون میدونه که ظرفیت داره. و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت. دو تا اعتراف زیبا بعد از این تعهد هست. ابوء لک بنعمتک علیه. من اعتراف میکنم که هر چی نعمت تو زندگی من است و تو زندگی زن و فرزندان من است مال توست. به مدیر کشتی چی میگن؟ بگید دیگه. کاپتن نه، مارسی. ناخدا. خداست یا ناخداست؟ شنیدید که به مدیر لنج یا کشتی بگن خدا؟ نه. میگه مدیر کشتی، سکندار کشتی رو نمیچرخونه، ولی بهش نمیگن خدا. این ناخداست. اصلا این هیچ کاره است رو دریا. خودش و کشتیش ملک خداست. این ناخداست. درست سکان گرفته، گاز دستشه، ولی زیر رحم خدا این ناخدا داره حرکت میکنه. اگه گفت من خدام بدبخت شد رو دریا. ناخداست. اینجاست که انسان وقتی سوار مرکوبی میشه باید بگه سبحان الذی سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. آهن قوی تره یا تو؟ باور بکنید دوچرخه هست و قوی تره. تا چه برسه دیگه به 10 چرخ و ماشین و فلان خمیرت میکنه. کافیه که پات بره تو زنجیر دوچرخه. سبحان الذی سخر لنا هذا. پاک و منزه خدایی که مسخر کرده برای ما. خیلی عجیبه. با کشتی بزرگ حرکت میکنه، فکر میکنه خودش خداست. وقتی فکر کرد خداست، خدا ناخداش میکنه، دریا رو میلرزونه. وقتی که ناخدا شد، کشتی غرق شد، یه چوب کبریتی میگیره، حالا به چوب کبریت اعتقاد پیدا میکنه، میگه خدا با چوب کبریت منو نجات بده. وقتی کشتی غرق میشه، اگه دستش به یک چوبی هم بند بشه، امید نجات از خدا داره که با همین چوب نجاتش بده. و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علیه اعوذ بک من شر ما صنعت. بله،
پناه میبرم به تو از شر عملی که انجام دادم. قبل از ابوء لک اعوذ بک من شر ما صنعت، پناه میبرم به تو از شر چیزی که انجام دادم. خیلی از اعمالی که ما انجام میدیم شر داره و شرش متوجهمون میشه. شراب خوردن شر داره یا نداره؟ ربا خوردن شر داره یا نداره؟ زنا کردن شر داره یا نداره؟ سیگار کشیدن شر داره یا نداره؟ تریاک کشیدن شر داره یا نداره؟ ظلم کردن شر داره یا نداره؟ مسخره کردن شر داره یا نداره؟ آب فاضلاب تو کوچه ریختن، تو مسیر مردم معابر عمومی رها کردن شر داره یا نداره؟ خار و خاشاک ریختن، اینا همه شر به همراه داره. اعوذ بک من شر ما صنعت، خدایا پناه میبرم به تو از بدی اعمالی که و شر اعمالی که انجام دادم. اگه تو منو در نیابی متوجه میشه. حالا دیدی که خدا خیر محضه، بیدک الخیر ولا یرضه لعباده الکفر. این فرصت های خوب و چرا خدا پشت سر هم برای ما ایجاد میکنه که ما نجات پیدا بکنیم. 2 تا اعتراف سبب میشه که انسان به کمال برسه. یکی اعتراف به نعمتهای خدا و یکی اعتراف به تقصیرات خودت. اعتراف به نعمتهای خدا تو رو به شکر میرساند و شکر تو رو به رضای خدا، و اعتراف به تقصیر و گناه تو رو به توبه میرساند و توبه تو رو به رضای خدا میرساند. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه همیشه باید 2 تا اعتراف هر روز تو زندگیت باشه. خدایا هر چی دارم از تو دارم و خدایا سر تا پا تقصیر کارم، کمکم کن. خدایا نگاه به بدی من نکن، نگاه به خوبی خودت بکن. خدایا نگاه به خطاهای من و لغزشهای من و تقصیرات من و گناههای من نکن، نگاه به وسعت رحمت بیکران خودت بکن. طرف میگه من فوق لیسانس و دکترای بازرگانی دارم، من مغز متفکر اقتصادی دارم. خدا چه کار است؟ خیلی ها میگن، از جمله کسانی که گفت قارون گفت. قارون آدم خوبی بود، قوم و خویش حضرت موسی بود. بعد که خدا در رو باز کرد، ولی عبدالرحمن ابن عوف رو نگاه بکنید. قارون هست، عبدالرحمن ابن عوف هم هست. عبدالرحمن ابن عوف یه روزی در مدینه بود، بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن که اطراف مدینه یک گردبادی بلند شده، طوفانی برپا کرده. بعضی میفهمیدن که قافله 700 تا شتوری داره میاد، بعضی هم نمیفهمیدن. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها گفت که یه نفر فرستاد، گفت برو پسرم این طوفان مال چیه بیرون. رفت برگشت گفت یا اما، ای مادر، قافله 700 تا شتوری تجاری عبدالرحمن ابن عوف از شام بار داره میاد، اونم در چه روزی که مدینه در قحطی بود، مردم دچار مشکل شده بودن. گفت 700 تا شتر باره، کل ما یحتاج مدینه و حومه. گفت باره. گفت برو بگرد عبدالرحمن رو پیدا کن، بیا سریع پیش من، نره جلو قافله، بیارش پیش من. هرچی تجار و دلالا بودن از مدینه رفتن بیرون که قافله رو بیرون بگیرن، نیاد داخل، همونجا فیصله بکنن و ببرن به انباراشون. عبدالرحمن قافله رو رها کرد، چون حرف مادر بالاتر از قافله است.
700 تا شتر در روز قحطی مال خودشه، ولی ام المؤمنین گفته بیا پیش من، نرو اونجا، میخوام یک رازی رو بر تو افشا بکنم. حالا به نظر شما عبدالرحمن به کدوم طرف میدوه؟ به طرف مادر. بعد از اینکه سلام کرد گفت امری باشد مادر. گفت این قافله 700 تا شتری که داره میاد مال توست. عبدالرحمن خجالت کشید که بگه مال منه. در حقیقت مالک اصلی خداست و ابو لک به نعمتک علیه، من اعتراف میکنم که این مال توست. گفت من یه حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم درباره تو عبدالرحمن. درباره من؟ خودشو جمع جور کرد، آماده، بی طاقت شد. گفت بگو مادر. گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره تو فرموده یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبوا. عبدالرحمن ابن عوف روز قیامت 4 دست و پا، همطوری که بچه ها تازه میخوان رو زانوشون راه برن اینطوری وارد بهش میشه. عبدالرحمن گریه‌اش گرفت، فکر کرد که این قافله تجاری و این تجارت مانع میشه که مشغول به تجارت بشه و از خدا غافل بشه و مردم دوان دوان به بهش برن، عبدالرحمن 4 دست پا بره. گفت مادر تو خودت شنیدی درباره من این گفته؟ گفت بله خودم شنیدم. ام المؤمنین رو رها کرد، رفت به طرف قافله. هر کسی زمام شتر گرفته میکشه به طرف خودش که عبدالرحمن رسید. گفتن عبدالرحمن 1 تومن 10 تومن فایده، هر 700 تا مال ما. گفت بیشتر بهم دادن. گفت 1 تومن 20 تومن. گفت بیشتر بهم دادن. 1 تومن 30 تومن. همجور رفتن، بیشتر بهم دادن. 1 تومن 50 تومن. انصاف هم چیز خوبیه، بیشتر بهم دادن. 1 تومن 100 تومن. 1 تومن 200 تومن. بیشتر بهم دادن. گفتن بیشتر کی به تو داده؟ تجار مدینه همه اینجا جمعن، کدومی که شما بیشتر دادید؟ نگاه به هم کردن، کسی نیست. گفت آخرین کلام شما 1 تومن 200 تومنه؟ گفت خدا به من 1 تومن 700 تومن داده والله یضاعف لمن یشاء. همه سرشون انداختن پایین. مال و ثروت که با جمع کردن جمع نمیشه، با انفاق کردن جمع میشه، زیاد میشه. خیلی فکر میکنن که هرچی مال بیشتر جمع کنن. شما مال راکت داری میکنید، مال وقتی حرکت میکنه زیاد میشه، نه وقتی جمع میکنید. شما یه سنگی رو بندازی بالا، این تا زمانی که حرکت میکنه به طرف بالا پیش میره، رشد میکنه، بالا میره. وقتی ایستاد سقوط میکنه، وقتی حرکتش متوقف شد از همونجا میفته. امام شافعی رحمت الله علیه میگه که سافر تجد عودا عمن تفارقه وانصب فإن لذیذ العیش فی النسب اینی رأیت وقوف الماء یفسده ان صاح طاب و ان لم یجر لم یطب. میگه اگر میخوای مسافرت برو، عوض دوستانی که رها کردید دوستان دیگه پیدا میکنید. و اگر میخوای لذت زندگی رو ببرید تحمل سختی بکن، زحمت بکش. بعد میگه که من دیدم که اگر آب راکد موند فاسد میشه. اینی رأیت وقوف الماء یفسده ان صاح طاب، اگر حرکت کرد پاک میشه. و ان لم یجر لم یطب، اگر جریان پیدا نکرد پاک نمیشه. هر 700 تا شتر اونجا یک جا با تمامی آذوقه ها و خارباری که بار بود همه اونجا در یک همایش بزرگ انفاق کرد در راه خدا برای فقرا و مساکین و اهل مدینه.
و دست بلند کرد گفت خدایا همش مال خودته. خدایا من میخوام دوان دوان وارد بهشت بشم، نمیخوام این مال مانع سرعت من به طرف تو باشه. این کجا؟ این سفری که رفته بودیم عمره، رفتیم مزرعه بئر عثمان رو با تعداد دوستان نگاه کردیم. چاهی که عثمان از یهودی خریدا، پیامبر تشویق کرد صلی الله علیه و سلم که این چاهو میخره مسلمانان رو راحت بکنه، وقت مسلمین بکنه. هنوزم اون چاه آب داره و مزرعه بزرگم اطرافشه. حساب بکنید که 1400 خورده ای سال آب اهل مدینه رو تأمین کرد. چاه خرید وقت کرد. اما قارون گفت که من با کسب و تجارت و کاسبی بدم به فقیر، بدم به این و اون. به جای رسید که زکات واجب نداد، صدقه نداد، ترحم ازش رفت. فخسفنا به و بداره الارض. ما داریم قذف و داریم خسف. عذابهای خدا هم قذف توش هست و هم خسف توش هست. خسف یعنی چی؟ یعنی زمین زیر پا باز بشه. و قذف یا با سنگریزه یا با تگرد یا با قطرات باران چه؟ خداوند افراد رو هلاک بکنه. تا روز امروز هم خسف هست، هم قذف هست، هم صاعقه هست. قبل از رمضان اعلام کردن طوفان نمیدونم گنو بود دیگه، نه؟ طوفان گنو میخواست بیاد اینجا و سونامی که آتش فشانها رو با آب دریا قاطی کرد و 500-600 هزار نفر رو یک جا بلعید. قبلا هم بهتون گفتم من این دوتا آیه برام قابل هضم نبود. و اذا البحار فجرت و اذا البحار سجرت. خدا تو قرآن گفته، تصدیق میکنیم، ولی خودم میگفتم این دریا چطور منفجر میشه؟ خدا 1400 خورده سال پیامبر گفته اذا البحار فجرت. ای پیامبر یه روزی این دریا منفجر میشه. از علامات نزدیک شدن قیامت. نظام این هستی به هم میخوره. و اذا البحار سجرت، دریاها به جوش میاد و بعد منفجر میشه. تا اینکه تو سونامی سومترا و اندونزی دیدیم که چطوری 9 رشته زمین و کوههای آتشفشان رو منفجر کرد و فرستاد چه مواد مذابش تو آب و بلعید، زمین رو جابجا کرد. یک دفعه با ارتفاع 35 متر آب آمد منفجر شد به هوا و با سرعت 800 کیلو در ساعت آمد به ساحل با مواد مذابی که کوههای آتشفشان منفجر کرده بود رفته بود تو دریا. فیلمو ببینید. اکثر جسدهایی که بعد پیدا کردن همه کبود بوده، سوخته بوده. سبحان الله. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. هم سجرت شد، هم فجرت شد و هم دنبال کرد. مثل این که میخواست افراد خاصی رو بگه. خسف داریم، قذف هم داریم، صاعقه هم داریم. ابو لک به نعمتک علیه. هر کسی قبول داره که این نعمت ها مال خداست میگه الحمدلله، شکر میکنه. کسی که قبول نداره میگه شکر خدا که به من نعمت دادی، نمیگه. تا اعتراف نکنی شکر نمی کنی. تا تو قبول نداشتی که تو ملک خدا هستی، اموالت ملک خداست، نعمت هایی که داری همش ملک خداست، خدا داده، هیچ موقع تواضع نمی کنید خدایا 100,000 بار شکرت، خدایا شکرت. مشکل که ما اعتراف نمی کنیم. اعتراف دوم و ابو لک بذنبی.
خدایا سر تا پا تقصیره. شاعر چه زیبا میگه یظن الناس بی خیرا و انی لشر الناس ان لم تعف عنی. خدایا مردم همه گمان خوب به من دارن ولی من بدترین مردمم اگه تو به من رحم نکنی. و ابوء بذنبی، اعتراف به تقصیر. هر کسی قبول داره که تقصیر کاره و خطا کاره و لغزش داره و کوتاهی کرده، دست انابت رو بلند میکنه. خدایا توبه نصوح، اشتباه کردم، یه بار دیگه به من فرصت بده. و تا اعتراف نکنید توبه نمی کنید و تا توبه نکنید خدا را خوشنود نمی کنید. فاغفر لی، پس بیامرز مرا، فانه لا یغفر الذنوب الا انت، کسی نیست که بیامرزد جز تو ای پروردگار. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی این دعا را اول شب بخونه با این محتوا، با این فهم و این اعتقاد و باور، اگر اون شب فوت کرد بهشتیه. واقعا اعترافه. اینو حفظ کنید و هر کسی اول صبح بخونه. یه مسئله ای که برای خیلی از دوستان بالاخره تو نماز هم تکرار میشه، سجده تلاوته. خیلی از دوستان سوال میکنن تو سجده تلاوت چه بخونیم؟ سجده تلاوت سنته، هم تو نماز سجده میشه و هم خارج از نماز، به خلاف سجده شکر. یه سجده هم داریم به اسم سجده شکر. سجده شکر اگر تو نماز بخونی نماز باطله، خارج از نماز. اما سجده تلاوت، ما در قرآن 13 تا سوره داریم که سجده تلاوت داره، کلاً 14 تا سجده تلاوت داریم که سنت وقتی به این آیه رسیدید علامت گذاشته داخل قرآن، علامت مخصوصی گذاشته، زیرش نوشته سجده. وقتی بهش رسیدید، چه در نماز بودید چه بیرون از نماز بودید، باید سجده بکنید. اگر نکردید اشکال نداره، یعنی گناهکار نیستید، ولی خب خلاف ادبه. سوره حج 2 تا سجده داره فقط، اما باقی تو 12 سوره دیگه است. سوره اعراف، سوره رعد، سوره نحل، سوره اسراء، سوره مریم، فرقان، نمل، سجده، سوره فصلت، نجم، انشقاق و سوره اقرا. اگر در نماز باشید که هیچ، چون تو نماز هم تو وضو دارید، هم طهارت دارید، هم بدنت پاکه، هم لباست پاکه، هم جانماز، هم رو به قبله، هم ستر عورته و هم نیت دارید. اگر تو نماز باشه سجده تابع نماز توست، هیچ مشکلی ندارید. اما اگر خارج از نماز هستید، اگر رو به شمال نشستید باید حتما رو به قبله بکنید. برای سجده تلاوت هم نیت لازمه، هم طهارت، وضو، هم نیت، هم رو به قبله، استقبال قبله، هم ستر عورت و هم تکبیر احرام الله اکبر و هم تکبیر سجده و هم سلام. اینو لازمه اگه خارج از نماز بودی. برای 3 نفر هم سجده تلاوت لازمه، اون کسی که خودش قرآن میخونه و اون نفری که گوش میده پیش کسی داره میخونه و اون کسی که 2 نفر، 1 نفر داره میخونه، 1 نفر هم گوشش میگیره، 1 نفر اونجا نشسته خودش داره گوش میده به تلاوت اینا. اگه متوجه تلاوت اینا هست وقت به سجده رفتن اونم باید سجده بکن. اگر نشستی رادیو گرفتی قرآن سوره میخونه که سجده داری گوش میدید، سجده باید بکنید. دعاش چیه؟ 1 سجده بیشتر نیست. دعاش سبحان ربی الاعلی و حمده. بعد از این سبحان ربی الاعلی و حمده گفتید، یه دعای دیگه هم هست، اللهم لک سجدت، پروردگارا برای تو سجده کردم، و بک آمنت، و به تو ایمان آوردم، و لک اسلمت، و تسلیم تو شدم. اللهم سجد وجهی للذی خلقه
پروردگارا صورت من برای کسی سجده کرده که اونو خلق کرده و صوره و اونو شکل داده و قالب داده و شق سمعه و بصره و چشم و گوش رو برای اون درست کرده. تبارک الله احسن الخالقین. خداوند چه زیبا آفرین است. این دعای سجده تلاوت است. اما سجده شکر هم بد نیست. در چند جمله سجده شکر باید بیرون از نماز باشه. تو 3 حالت سجده شکر لازمه. خبر خوشحال کننده بهت میدن. انتظار فرزندی داشتید که به دنیا بیاد، سالم به دنیا آمده. خودت مسافرتید، وقتی خبرت دادن باید وضو داشته باشید، رو به قبله، همون چیزی که برای نماز لازمه. الله اکبر الله اکبر، یه سجده. رو صندلی نشستید میاید پایین، رو به قبله، تا خبر بهت دادن چه سجده میکنید. جوونی بهش خبر دادن دانشگاه قبول شده، ملی، رتبه مثلا یه رقمی، صنعتی شریف، آرزو داشت، رشته مطلوبش بود، بلا فاصله چه سجده شکر. یا اینکه بلایی دفع شد از صحنه تصادفی، مصیبت سختی دفع شد، مشکلی حل شد، بلافاصله سجده شکر. کافی نیست بگه الحمدلله، سجده شکر با همون حالتی که گفتم. حالت سوم، انسان بیماری دیدید که سخت بیمار صعب العلاجه ولی تو سالمی. یا انسان معصیت کاری دیدید که معصیت رو آشکار داره انجام میده، شرابخوری تو کوچه ها، در ملأ عام، تریاکشی در ملأ عام و عربده میکشه، اینم سجده شکر داره. اما اگر بیماری دیدی که واقعا مریضه، جلوش سجده شکر نکن که من سالمم تو بیمارید. تو خانه سجده شکر بکن که الحمدلله سالمید و از اون چیزی که برادر یا خواهری بهش مبتلاست تو معافید. پس سجده شکر یا حدوث نعمت یا دفع بلا یا رؤیت مبتلای بیماری سخت و یا انسان گناهکاری که گناه را آشکار میکنه، تو سجده میکنید که الحمدلله خدا تو رو نجات داد. خداوند آخر و عاقبت همه ما و شما به خیر خاتمه بکنه و مزید توفیق عنایت بفرمایند. نه دیگه، میگه در مسیر یالا برات ممکن نیست که مثلا سجده بکنید. تو مسیر دارید میرید یه دفعه میشنوید همون آیه سجده هست، خب دیگه برات ممکن نیست که سجده بکنید، دیگه سجده سنت هست. و ما شکر خدا میکنیم که مسجدهای ما الان داره چه تنگ میشه برای نمازگزارای جوان، خواهر و برادر. من دیشب توفیق نداشتم که در جمع شما باشم، ولی اخبار خیلی خوشی به من رسید که هم نماز تراویح هم نماز تهجد که دیگه برادرای عزیز سنگ تمام گذاشتن. بالاخره ماه مبارک رمضان کاری نکنیم که صفهای مسجد رو کم رنگ بکنیم. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها و سعی فی خرابها. چه کسی، خدا میگه، ظالمتر از کسی که راضی نشه مساجد خدا، خانه های خدا آباد بشه با نمازگزاران و تلاش میکنه که خرابش بکنه، نه اینکه بولدیزر بیاره، کاری میکنه که جماعت رو کم رنگ بکنه. یه سلام بخونی کافیه، 2 سلام بخونی کافیه، 4 سلام بخونی بره بیرون. نه، این وسوسه ها رو بذارید کنار، انشاءالله استقامت بکنید. نتیجه استقامت رضایت و خوشنودی پروردگاره و سعادت شما. التماس دعای خیر از همتون داریم. شما رو به خدا میسپاریم تا جلسه بعدی که انشاءالله ساعت 1 که نماز تهجد شروع میشه. از فردا شب هم انشاءالله هر شب برای 300 نفر سحری آماده میشه تو این 10 شب باقی مانده دیگه. انشاءالله وقتی میاد برای نماز تهجد با خیال آسوده و راحت انشاءالله چه نماز میخورید، همینجا هم با هم سحری میخوریم و اگر دوستانم برای نماز صبح میمونن که نماز صبح میخونن میرن.
پس از فردا شب انشاءالله برنامه سحری هم طبق سالهای گذشته و هر عزیزم دوست داره میتونه چه شرکت بکنه تو. اگر کسی تمایل داره که مثلا بگه خاله یه شب اجازه بدید من هزینه سحری رو پرداخت بکنم، اونم آزاده. شب ختم تراویح و تهجد که بالاخره اون شب دیگه حداقل ما 2000 نفر مهمون داریم، مهمانای شما هستن در حقیقت، اونم میتونی مشارکت بکنید. وگرنه افرادی هستن که به تنهایی کل هزینه رو هرچی باشه 2 میلیون 3 میلیون پرداخت میکنن. ولی اگر دوستان دوست دارن مشارکت بکنن ما مانع خیر نمیشیم. هر کسی 1000 تومان، 500 تومان، 100,000 تومان. بالاخره تو این کلارا هم اگر کسی میخواد شریک بشه، اون قسمت هم داره سرویس‌های بهداشتی جدید درست میشه. به اضافه این که اونا درست شد، انشالله این سرویس‌های بهداشتی که الان هست پایی مردانه این تبدیل میشه به یه اتاقی برای اون قسمت خواهرها، چون اونجا 300 تا شاگرد هست در طول هفته، اونایی که مهد قرآن، مهد کودک و ایناست دیگه. اون قسمت میره وابسته میشه به اون قسمت. فکر میکنم یه 2 میلیونی کسری دارن، اگر دوستانی دوست دارن 1 میلیون خواهرها جمع کردن تا اینجا رسوندن. 1,300,000 تومان هم یکی از خواهرها جور کرده برای یک کولر برای اون طرف. همت خواهرها خیلی حالا دیگه مونده همت برادران انشالله که هر کسی به همتش انشالله مشارکت بکنه، هر کسی دوست داره. یعنی اینجا دیگه وقتی کسی فکر نکنه اینجا آمده شاید جلسه اولش باشه تقاضای مالیه، نه اینطوری نیست. اینجا اختیاریه، هر کسی دوست داره. یعنی خب ولی من اعلام میکنم چون خیلی ها میگن خب چرا ما نگفتید یا خبر نداریم. و یه طرحی هم هست انشالله شب جمعه خود بازاری ها پیشنهاد دادن که یک 50 تا 100 تا بازارهای جوان دعوت میکنن و یه طرحی دیگه از طرح ایتامه. بعد قرار بود که افطاری دعوت بشن، گفتن ما افطار که نمیرسیم، ولی شب جمعه که جمعه این طرح رو مطرح بکنید. بالاخره چه؟ برای حمایت از ایتام 3 نفر شریک بشن، یه یتیم 2 نفر، 1 نفر، مثل فرزندشون بدونن، مثل برادرشون که از تحصیل و درس و امکانات و بالاخره حمایت محروم نشن اینهایی که پدرشون از دست دادن. جزاکم الله خیر و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.